من یه آدم خودخواه. Vanity. Definitely my favorite sin. من فکر میکنم صاحب دنیا. مهم نیست تو کی هستی. تو رو آدم حساب نمیکنم. هر کاری به نفعم باشه رو انجام میدم. و اصلا برام مهم نیست که اونی که تو این راه بهم کمک کرده قراره چقدر ضرر ببینه. مهم نیست چقدر از همسایه‌ام گرسنه‌ام. تا وقتی من سیر باشم پس مشکلی ندارم. تحمل پیروز شدن بقیه رو ندارم و هر کاری میکنم تا اونا رو بکشم پایین. چون من خودخواه و مغرورم. برای همین شکست خوردم. این درسته. غرور و تکبر یکی از بهترین چیزاییه که به عنوان انسان داریم. مگه نه؟ پادشاه نیستیم اما احساسشو داریم. موفق نیستیم اما احساسشو داریم. در واقع کسی نیستیم اما احساسشو داریم. باحال نیست؟ وقتی توی یک جمعی میریم با خودمون میگیم این احمقا دیگه کیان؟ هر پیشنهادی به ما میشه یک گاردی نسبت بهش داریم. نمیتونیم قبول کنیم یه فردی از ما بهتره. تحت هیچ شرایطی قانع نیستیم و بحث کردن با ما بیهوده است. ما فکر میکنیم خدای ما هر چی میگیم و میخوریم بهترینه. از همه ایراد میگیریم و فکر میکنیم همه افراد دور و برمون از ما سطح پایینتری دارن. غرور، خودشیفتگی، خودخواهی و تکبر شاید مثل هم نباشن، ولی در نهایت همشون به یک چیز ختم میشن. در واقع تکبر ما زمین ساز سقوط ما خواهد بود. چرا؟ چون آدمای متکبر و مغرور فکر میکنن این نقطه قوتشونه، ولی غافل از این که با این فکر خودشونو بسیار آسیب پذیرتر میکنن. جالبه، یه مقاله خوندم که چرا آدمای مغرور جذابن و جوابش این بود: چون دم دستی نیستن و همین جذابشون میکنه. اینو خیلی دوست داشتم. به هر حال هر کی دیدگاهی داره دیگه. غرور ممکنه جذاب باشه و بعضن خوب، ولی ذهنتو بسته نگه میداره. من آنچنان فرقی بین تکبر و تعصب نمیبینم. جفتشون هیچ دیدگاهی جز دیدگاه خودشونو قبول نمیکنن و بحث کردن باهاشون بیفایده است. در واقع غرور و تکبر همون تعصب درونی به خودمونه. ما روی افکار خودمون متعصبیم و همین باعث تکبر میشه. میخوام یه رازی رو بهت بگم که کسی بهت نگفته. اگه توی یک مسابقه یا رقابت با فردی بودی که به شدت مغرور و خودخواه بود، نباید باش درگیر بشی تا پیروز شی. نه، در واقع باید غرورش رو تایید کنی و با کمک خودت اون تکبرش رو گسترده‌تر کنی. یعنی غرورش رو ستایش کنی و بذاری بالاتر بره. و در نهایت تکبرش مثل یک طناب اونو به پایین میکشه و تو پیروز میشی. البته به قول حافظ: ای به می جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو. ما این همه راجع به بدیهای غرور گفتیم. باشه، حالا بیایم یکم راجع به خوبیاش صحبت کنیم. آدمای مغرور توانایی حل مسئله به تنهایی رو دارن، قدرت رهبری بالایی دارن و میتونن توانایی‌هاشون رو گسترده‌تر کنن. و اگه به تمام افراد بالا مقام نگاه کنی، یکم از غرور رو توی نگاهشون می‌بینی، با این تفاوت که اونا قدرت کنترل کردنشو دارن. اما کنار گذاشتن این تکبر کار ساده‌ایه. اول باید اشتباهتو بپذیری و الکی سعی نکن بهانه بیاری. اشتباه کردی، پاش بمون. دوما به دیگران احترام بذار و احمق فرضشون نکن. همین. سخت بود؟ نه. تمام کاری که می‌خوای انجام بدی همینه. کوتاه و مفید. اما اگه کسی دیگه بود از همین تیکه 30 دقیقه ویدیو در میاد. خلاصه اینو بدون: غرور توی ذهن هممون هست. در بعضیا بیشتره و در بعضیا کمتر. ولی یه مقدار کمی باید باشه تا بتونه بعضی جاها کمکمون کنه.